در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. وقتی مرور به این حوادث نماییم، انسان از انسانیت خود بیزار نشان میدادن یک خانم 70 ساله، 79 ساله، 80 ساله با اولادای خود و با نواسه های خود که در همجواری غزه اینا خیمه زده بودن که چی بوده میرن و زمین های اینجا به اصطلاح غصب میکنن. در هر قاموس، هر دین، هر ایدئولوژی، اولین چیزی که منشور و محکوم است جنگ است. تحت هر عنوان، تحت هر زیر هر نامی که باشه جنگ محکوم و منشور است و کسایی که جنگ افروز هستند خود به خود اتوماتیکی و به خود محکوم است. بارها و بارها گفته شده و بازم میگم با این که جنگ محکوم است، اما در تمام ایدئولوژی ها در چی ادیان الهی است چی ایدئولوژی انسانی است به نوعی از آنها شما را به جنگیدن تشویق می‌کنند. کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. به نام خدا و با یاد شهیدان مظلوم غزه. بعد از 7 اکتبر 2023 دولت اسرائیل بهانه یافت تا انسانکشی را در غزه آغاز نماید. وقتی مرور به این حوادث نماییم، انسان از انسانیت خود بیزار می شود و مجرد این که حماس حمله نمود، سران تمام قدرت‌های جهان برای یاری نمودن به دیدن نتانیاهو شتافت. او که از همان روز اول مست قدرت شده بود و داد میزد که حماسی ها از همین حالا خود را کشته بپندارید و من جهنم برپا میکنم و براستی به زودی جهنم برپا نمود که کوره های انسانسوزی هتلر فراموش شد. هتلر بزرگان را می ساختند، حداقل به کودکان رحم و شفقت می نمود، اما نتانیاهو تمام غضب و خشم خود را متوجه کودکان و زنان غزه نمود و شرم‌آورترین که قدرتمندان دنیا محض هیچ کدامشان نتوانستند تظاهرات میلیونی که در سراسر جهان در تمام شهرهای دنیا به نفع غزه و فلسطینیان برگزار میشد ببینند. اکنون به نظر می رسد که تاریخ جامه نو می کند و مفاهیم ذهنی نیز عوض می شود. ما چگونه تشخیص دهیم کی تروریست است؟ اسرائیل یا مردم مظلوم فلسطین که 70 سال است قربانی رنج و درد شده، مخصوصا در این اواخر غزه. و جالب این است که ما به چشم خیش دیدیم که خون بر اسلحه‌های مدرن پیروز شد. اگر چنین نمی بود آتش بسی در کار نبود. به امید این که این آتش بس دوام بیفته، مایک مسپاریم به انجینیر صاحب احمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک آیه شریفی قرآن از سوره مبارکه آل عمران آیه 169 رو برای شما عزیزان قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق الله العلی العظیم. و گمان مبرید کسانی که در راه خداوند کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. ما مسلمان ها و حتی مسیحی ها و یهودی های اصلی که به اصطلاح از طریق حضرت موسی علیه السلام و از طریق حضرت عیسی علیه السلام وحی الهی را گرفتن، به شهادت و اینا ایمان داریم. و مسئله 2 ساله که اسرائیل جنایت کرد، نه تنها ما و شما بلکه تمام 8 میلیارد انسان هایی که در جهان هست و موبایل داشتن بر از اینا آشکار شد. تمام تبلیغاتی که به سطح جهانی امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی داشتن اینا آشکار شد. منافقت و اینا آشکار شد. اینا تمامش از برکت خون شهدا و مقاومت
زنان، مردان، اطفال، مجاهدین شریف مردم غزه از طریق از اینا آشکارا مردم مسلمان در طول همین 70 سال چندین بار بر از اینا پیشنهاد صلح و یاد داده شد. مردم شریف مسلمان فلسطین امو پیشنهادا را هر مرتبه پذیرفتند، ولی قانون شکن خود صهیونیست ها بودن. در این اواخر من زیاد سخنرانی های پروفسورهای صهیونیست زیاد به زبان آلمانی شنیدم. اینا یکیشان که 30 ساله بود و حالا اصلا دست از صهیونیسم کشیدن و میگه که البته زندگی کردن هم بسیار بسیار مشکل است. کسی که به یک راه معتقد باشه و یک مرتبه به نظر از او به ضررهایی که دشمنایشان میکنه مردم آگاه بسازه، این بسیار سخت است و واقعا همچون افراد به وسیله خون شهدا، به وسیله مردمی که شما از بنده کده بیشتر میفهمین که زنده سوختاندن اطفال. یعنی من بعض وقتا این فیلم ها را که به دوستای آلمانی ما ران میکنم، اونا میگفتن ما دیدن نمیتونیم و واقعا بعض وقتا خودمون غیر تحمل بودم. ما شما فکر کنین که اون مردم چی کشیدن در این مشکلاتی که اونجا بود و از برکت اینمی خون شهدا بود که برنامه های امریکا و برنامه های اسرائیل تغییر کرد. چون اصلا امی نفر و چندین نفر دیگه از متخصصین خود یارو که من صحبت میکنم تمام ویدیوهایش دارم، صحبت میکردن نشان میدادن یک خانم 70 ساله را 79 ساله 80 ساله با اولادای خود و با نواسه های خود که در همجواری غزه اینا خیمه زده بودن که چی بوده میرن و زمین های اینجا به اصطلاح غصب میکنن. اما انسان ها هرقدر که قدرتمندان باشه بازم محدود است. شما از بنده کده بهتر میفهمین که برنامه مثلا خود اسرائیل و نتانیاهو و خود رئیس جمهور امریکا دایی بود که ما به هر صورتی که میشه تمام مردم غزه را اگر امکانش باشه در مصر روان میکنیم، اگر امکانش باشه خود اردن روان میکنیم. با چندین تا از کشورهای افریقایی گپ زده بودن که مثلا در اونجا روان کنه. اما شما میفهمین که 2.3 میلیون انسان به او حالت هم که وجود داره انتقالش غیر عملی بود. اما خداوند که همیشه ظالما را میشرمانه، صبر پروردگار بالاتر از صبر ما و شما هست که اسرائیل حتی سر خود دوستای امریکا در قطر حمله میکنه و او پایگاه نظامی امریکا در اونجا بود و بعد خود به اصطلاح گوشتوی نتانیاهو میگه که تو تلفن کن و معذرت بخوای. اما شما دیدین که لبنان رو تکه تکه کرد، با وجودی که آتش بس هم کردن حالا همیشه برخلاف آتش بس هر روزا حمله میکنه. اما رقم سر یمن چقدر نفرایش به شهادت رسان و بمب‌های بسیار خطرناک فرستادن. سوریه که هیچ غرض نمی گرفت اینا را و دولت بود که دولت طرفدار غرب، اما تمام مثلا جاهای اسلحه هایی که یک کشور بر دفاع از خود کار داره تمامش نابود کردن. و بعد میبینیم که اینا آمدن سر ایران حمله مستقیم کردن و در اینجا پشتیبانی خداوند عملا نشان داده شد. و همچنان حرکت امام خمینی رحمت الله علیه که سال 1979
انقلاب اسلامی ایران به راه انداخت، نتیجهش میبینیم که به حمد الهی و کمک پروردگار و با راکت هایی که به اصطلاح اینا آماده کرده بودن، به برداشت ما قلب 8 میلیارد جهان انسان های مسلمان و غیر مسلمان، تمام انسان هایی که فطرت پاک الهی داره و ظلم اینا رو نمیپذیره، اینا رو خوشحال ساخت. و بعد در روزهای آخر امریکا سر ایران حمله کرد و بعد ایران راکت های خود در قطر است که به راکت زد. خود رئیس جمهور امریکا فوراً به اصطلاح اعلام آتش بس داد و این مثل ازمی شد که در ابتدا وقتی که ایران هیچ چیزی نداشت، امریکایی ها به اصطلاح در یک شهر به نام طبس آمدن و خودشان هیچ ایرانی ها اصلا خبر نداشتن، خواب بودن، تیارایشون به هم جنگ کردن و یکی دیگه خودنا کشتن و زدن و بعد از او متوجه ایرانی ها شدن که اینا به اصطلاح یکی دیگه خودنا از بین بردن. یعنی منظوری که اگر چی ایران باشه چی مثلا هر کشوری که در راه خدا وقتی که میره در جاهایی که مثلا ناتوان میباشه معجزه های خداوندی را میبینه و وقتی که اینا در جنگ 2011 شکست خوردن، آلمان هایی که یک موقع ایران به عنوان یک کشور تروریست و به عنوان تروریست پرور اینا به اصطلاح یاد میکردن، به خصوص علما، مخصوصا خانم های بسیار ورزیده که در تلویزیون آمدن، خداوند تمام اینا را اجر بده. اینا وقتی که این مسائل مطرح کردن کلشون نتانیاهو و دونالد ترامپ اینا را محکوم کردن و تمام شما عزیزان میفهمین هم نتانیاهو و هم دونالد ترامپ برای جهان نشان داد که کلونیالیست، کسایی که استعمارگر هستن، چی وجدان دارن، حال به کمک پروردگار و اینمی قدرتی که ما شما داریم که کسی ایره قدر مهم نمیدانه. هر کدام شما که اینمی خبرهای نوار غزه را به هر جای تیت کردین، تمام مسلمان، مسیحی، یهودی، هندو، اتئیست، اینا جنایات از اینا را به اصطلاح محکوم کردن و حالا جنایاتشان را محکوم میکنن و خداوند به اصطلاح رهبر امریکا را چطور شرمنده که ببینید در کشور خودش میلیون ها نفر به طرفداری از عدالت و به طرفداری از آزادی بر علیهشان قیام میکنن. در اینجا بسنده میکنم، بعد اگر عزیزان سوال داشتن یا از بحثای شما استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر احمدی صاحب. اشاره کردین در قدرت موبایل. یک نکته یادم آمد که این موبایل های حزب الله را خو اسرائیل کلش منفجر کرد. این هم بسیار یک نکته مهم و یک تهدید بزرگ برای جهانیان است، به خاطر از اینکه حال چی در کشورهای فقیر چی در ثروتمند هیچ کس نیست که به موبایل باشه و اینا اگر این منفجر کنه پس امنیت جهانی را هم از بین برده ای قدرت. تشکر. شما ببینید که مثلا انگلستان، فرانسه، اسپانیا خود به خود کشورهای طرفدار اسرائیل به این حالت رسیدن که گفتن که ما فلسطین به رسمیت میشناسیم و با اینا یک جای حدود 160 تا کشور جهان به رسمیت شناخت و این یک کار بسیار مهم است و این را من از برکت خون شهدا میبینم. در او خوشک نیست است، مخصوصا نخست وزیر اسپانیا بیچاره خیلی جوانمردی کرد و یکی از رئیس جمهورهای امریکای جنوبی هم اعلان کرد که هرچی طلایی که از قاچاقبرا گرفته و فروخته شد و برای تداوی کودک های غزه به کار بره. اما حجم ویرانی غزه هم بسیار قابل یادآوری. بریم سر عاطف صاحب که در این مورد چی فرمایشات داره. عرض سلام دارم خدمت شما حاضرین برنامه و کسایی که برنامه رو بعدا تماشا خود کردن یا مخاطبای رادیو کتاب. بسیار تشکر از اینکه فرصت مساعد ساختین و
ما میخوایم اینطور بگوییم که در هر قاموس، هر دین، هر ایدئولوژی، اولین چیزی که منفور و محکوم است جنگ است. تحت هر عنوان، تحت هر زیر هر نامی که باشه جنگ محکوم و منفور است و کسایی که جنگ افروز هستند خود به خود اتوماتیکلی و به صورت خود به خودی محکوم هستند. بارها و بارها گفته شده و بازم میگم با این که جنگ محکوم است، اما در تمام ایدئولوژی ها، در چی ادیان الهی است چی ایدئولوژی انسانی است، به نوعی از آنها شما را به جنگیدن تشویق میکنن، چی به دفاع از خودتان باشه، چی به اصلاح دیگران باشه، به انواع و اقسام مختلف شما را تشویق میکنن. بنابراین جنگ از این معلوم میشه که جنگ یک پدیده است اجتناب ناپذیر. من نمیگم پدیده انسانی است به خاطر از اینکه حیوانات هم وجود داره، به اون منظور تنها یک پدیده عمومی است، یک پدیده کلی است و پدیده اجتناب ناپذیر است در بین جوامع بشری، مخصوصا از بعد پیدایششان تا امروز و همیشه هم بوده و بعد از یوم، اگرچه که یکی از آرزوهای بسیار دست نیافتنی انسان هاست که جنگ نابود شود، ولی متاسفانه هنوز که وجود دارد. اما آنچه که در رابطه به مسئله فلسطین و اسرائیل است، ما برنامه‌های متعدد در رابطه در رابطه به آنچه که جنایاتی که صورت گرفته بود و نقض قواعد و مقررات بین‌المللی که صورت گرفته بود صحبت کردیم. ولی ما امروز میخوایم خوشبینی خود اعلان بکنم برای از که فلسطین به عنوان یک دولت شناخته شد و در یکی از برنامه‌ها، من نمی‌فهم کدام برنامه بود، ما در روی مسئله صحبت میکردیم. هنوز قضایای هیچ در جریان نبود و ما امور دیگه دوستان گفتن و ما هم گفتم که یکی از راه‌های حل میخواد باشه که دولت فلسطینی ایجاد شود تا حداقل این مردم بیچاره و زجر کشیده غزه از این تنگنا و از این زجر و از این فلاکت بیرون شد. خوشبختانه امروز امو مسئله واقع شده و ما امیدوار هستم که این مسئله دوام پیدا بکنه و واقعا یک دولت فلسطینی ایجاد شود. امیدوار هستم که مانند دور قبلی یا توافقات اسلو در سال 1993 که آقای یاسر عرفات در وقت حیات داشتن و دولت خودگردان فلسطینی قرار بود ایجاد شود و مسئله سبوتاژ شد، این برنامه هم سبوتاژ نشد و او سبوتاژ هم اگرچه که عامل اصلیش خود اسرائیل بود که توافقات اجرا نکرد، بعدش هم ایالات متحده آمریکا که در اول نقش میانجی را داشت ولی بعدا هم رفت به طرفداری از اسرائیل و سلسله یک خود چند دستگی که در داخل فلسطین وجود داشت، در داخل گروه های فلسطینی، حماس و چند تا دیگه‌اش که میال اسمشون به یادم نیست، و بعضی از کشورها مثل ایران، مثل عراق، مثل در وقت سوریه هم دی سبوتاژ دست داشتن، گروه را تشویق کردن، ترغیب کردن بر از اینکه و این سال را به عنوان یک خیانت اعلان کردن. همون سال اسلو را و اون برنامه را سبوتاژ که اینا را یک عملاتی که اون وقت برای بالای اسرائیل انجام شد یک دستاویز شد برای جهان و برای اسرائیل که اصول سبوتاژ و از بین بره و دوباره دولت اسرائیل بتونه امو چیزی که میخواست اهدافی که داره رو انجام بده و میتونم انجام داد تا به امروز. ولی در طی 2 سال فاجعه که در غزه با وقوع پیوست واقعا غیر انسانی است. واقعا این همونطور که شما در مقدمه گفتین آدم از انسانیتش منزجر میسازه. آدم دیگه میگه که انسانیت شاید وجود نداشته باشه. اصلا ایدئای انسانیت یک ایدئای درون مغزی است و بیرون از مغز انسان ها وجود نداره. ما بازم برای مردم غزه آرزوی سلامتی رو میکنم و آرزوی ازی میکنم که دولتی که بر رسمیت شناخته شده به زودترین فرصت تشکیل شود و چون در او صورت اینا میتونن به عنوان یک شخصیت حقوقی در مجامع بین‌المللی ارزندام بکنن و از خودشان دفاع بکنن و ما امیدوار هستیم که مسئله واقعی شود. ببخشید یک چیز فراموش شده بود، امروز میخوایم بگیم این مسئله دولت فلسطینی واقع نمیشد به هیچ صورت اگر اسرائیل 2 تا اشتباه راه بردی نمیکرد یا با اصطلاح انگلیسیش 2 تا اشتباه استراتژیک نمیکرد. اشتباه اولش حمله به ایران بود. حمله به ایران اگرچه که ما مطمئن هستم در تفاهم با حکومت ایالات متحده آمریکا بوده، ولی اونا فکر کردن که خب بیاین میریم اگر هیچ نشد یک قدرت سنجی میکنیم، ولی دیدن که بر علاوه از قدرت سنجی نتونستن و گنبد آهنین و گپام ناکارآمد برآمد و یک نوع اسرائیل خودش در خطر احساس کرد. همون بود که امریکایی آمدن و عملی سر در رابطه صحبت کردن. من نمیخوایم او جریان است که گذشت. یک اشتباه بود. وقتی که حمله کرد به ایران کشورهای عربی زیاد متاثر هم نشدن ولی اکثر خوشحال هم شدن، اما یک زنگ خطر بسیار ضعیف به گوششان خورد. بسیار ضعیف، یک زنگک خطر بود. اما فکر کردن خوب
قضیه با ما شاید زیاد ارتباط نداشته باشه. ولی اشتباه دومی که اسرائیل از پیشش سر زد، یا اشتباه دومی که انجام داد، یا اشتباه که البته ما مطمئن هستم در رابطه با امریکایی‌ها هیچ کوردینیت نکرده بودن، هیچ هماهنگی نکرده بودن، حمله به قطر بود. حمله به قطر یک مشکل کلان ایجاد کرد، یک زنگ خطر کلان به گوش کشورهای پولدار عربی خورد. این کشورها را بیدار ساخت، اینا را تا یک حد را پریشان هم ساخت در رابطه با این مسئله اسرائیل. اینا با خودشان فکر کردن که خب امروز نه فردا، امروز قطر یک دو تا راکت پرتاب شد، شاید فردا نوبت ما هم برسه. و کشورهای کلان دنیا، مگر ما فکر کنیم که اینا بسیار عاشق چشم ابروی فلسطینی‌ها بودن؟ نی. به رسمیت شناختن دولت فلسطینی بیشترش به دلیل حفاظت از اسرائیل. ایران ما باید تو نیست که ما فکر کنیم که واقعا دل همگی به فلسطینی‌ها میسوزه. این کشورهای کلان بیشتر خواستن که اسرائیل حفاظت، چون اسرائیل با همین حرکات که انجام داده شاید اگر دوام بکنه شاید که به فروپاشی مواجه شود، چون دیگه آبروی نمونده. شما نمیتونین یک چیز را همیشه دوام بدین. بعضی کارهایی است که بعضی جنایات مثلا هتلر یا هر کسی که شما نامش میبینین، اینا یک خاتمه داشتن، یک نقطه پایانی داشتن، دوام نمیتونه کرده. یکی از دلایلی که این حکومت به رسمیت شناخته شده یا میخواین یک دولت فلسطینی ایجاد بکنن، حمایت یا تضمین موجودیت اسرائیل هم است. این را ما باید داشته باشیم. این تو نیست که ما تنها فکر کنیم که میرن و فلسطینی ها را کمک میکنن. دلیل اصلیش هم عربا هستن، چون عربا شارک انرژی جهان هستن و امریکایا به اونا وابسته هستن. نه تنها امریکایا، اروپایا هم اگه وابسته هستن. و این زنگ خطری که به گوش از اینا رسید، اروپایا رو یک کمی ما میگیم در پچال وارد کرد که نشه که شارک سر ما بسته شود، نشه که شارک انرژی دنیا بسته شود. بنان بیاین باید یک کار بکنیم، باید یک آتش بس بکنیم، باید یک صلح رو بیاریم. ولی ما امیدوار هستم، بازم میگم به عنوان اصل اختتام میگم، امیدوار هستم که شر بخیزه و خیر مردم فلسطین باشه، امی به خیر مردم فلسطین باشه و دولت ایجاد شود و اینا بتونن من حیث یک شخصیت حقوقی واقعا در جهان ارز اندام بکنن و از خودشان دفاع بکنن به عنوان عضو از این جامعه بین المللی. بسیار تشکر صاحب. بسیار تشکر صاحب، خیلی فرمایشات خوب. یک نکته اشاره کردیم در قرارداد اسلو و ایجاد دولت خودگردان فلسطینی که با زحمات یاسر عرفات مرحوم ساخته شد و گفتین که او را اکثر دولت ها سابوتاژ کرد، از جمله کشورهای عربی و ایران هم. آیا ما درست شنیدیم؟ گفتم چون این برنامه روی از اون موضوع نبوده، ولی ما میخوایم که اگر خواسته باشیم با زیر مسناد جایش هم رعایت کردیم. بله، چون اکثر کشورها از این گروهایی که در فلسطین بودن به عنوان بازوهای نیابتیشان استفاده میکنن و تا چند وقت قبل ما دیدیم که بازوهای نیابتی وجود داشت. اینجا جنگا به نیابت از کشورهای دیگه در خود فلسطین به نیابت از دیگه و این برنامه امو وقت هم تا یک حد زیاد، ولی ما گفتم که حد 80% سابوتاژش به دوش خود اسرائیل و امریکا بود، ولی در حد سطوح پایانیش بله اینا دست داشتن در سابوتاژ. بسیار تشکر. بیننده های گرامی، برنامه این هفته ما در مورد غزه، قتلگاه انسان و انسانیت امینجا به پایان رسید. تشکر از شما که با ما بودین. چرا میگیم غزه قتلگاه انسان و انسانیت؟ به این دلیل که واقعا در اونجا انسانیت قتل عام میشه. هیچ معیار انسانی را دولت اسرائیل رعایت نکرد. دروغ گفت، اهانت کرد. سرانش از نتانیاهو بگیرین تا وزرایش تا رئیس ارتشش بدترین کلمات نسبت به مردم غزه استفاده میکرد و هنوزم استفاده میکنه. وقتی که ما میگیم از انسانیت آدم خجالت میکشه، به این دلیل است که اسرائیل ادعا داره که تنها کشور دموکراسی در خاورمیانه است. دموکراسی هم مردم سالاری معنا میده در فارسی. و ما در جریان از این جنگ شاهد بودیم که مردم اسرائیل هم از این جنگ راضی نبود. اختناق در دوران جنگ در اسرائیل بیشتر از هر کشور مختنق بود، کما این که اخبار هیچ درس نمیکرد، تا ای که همون رقم که عاطف صاحب اشاره کرد با ایران درگیر شد و موشک‌های ایران دنیا را به وجد آورد. سرود انگلیسی در وصف آیت الله خامنه ای ساخته شد. مردم همه خوشحال شدن و سرود بوم طلبی بخواندن و خامنه ای زنده باد در امریکا درست کردن و از این قبیل گپا. و همچنان که میبینیم حال کم کم امریکایی‌ها
از خودکامگی های ترامپ به سطوح رسیده تظاهرات را راه انداختن. البته که غیر از اینکه در مورد غزه ترامپ او چه اشتباهات و چه جنایات را مرتکب میشه، نحوه برخوردش با دنیا هم خسته کننده شده دیگه. مثلا گرد همایی که در شرم الشیخ داشت چقدر سایر رهبران را توهین کرد تا اینکه از شخصیت دروغین خودش تبلیغ بکنه. من با مثال خب به جزئیات نمیریم، با ما همراه باشین که باز در مورد غزه برنامه بگیریم، برنامه‌های تحقیقی. اگر اطلاعات دقیق است و میدانی از مظلومیت‌های غزه داشته باشین، آنچه که آدم از دور میفهمه است که سالها و دهه‌ها این کینه ادامه میکنه، متاسفانه از تمام جامعه انسانی قربانی میگیره و اگر دنیا نتانه جلوی نتانیاهو رو بگیره، در واقع باید آهسته و تدریجی شاهد اضمحلال و سقوط جهان باشیم، مخصوصا دنیای متمدن. تشکر از توجه شما. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.